خبر امروز به هم رسید. رو آنتن زنده برنامه هم پاسختون رو دادم. این یکی از فرقای ماست دیگه. شما میریزید تو خونه و با وحشیگری و یواشکی و اینا. من نه، من علنی رو آنتن زنده برنامه جلو میلیون ها ایرانی پاسختون رو میدم. برنامه مال مردم بود، نمیشد زیاد توش صحبت کنم. زمان مردم رو نمیخواستم بگیرم. اینجا یکم حوصله کنی تا آخر این ویدیو، یکم تکالیفمون با هم روشن میشه، یکم میفهمیم چندیم با هم. ها؟ پیش از هر چیز باید بگم تو ذهن ما ملی میهنی ها، ما ایران دوستان، مادرمون ایران بانوه. میدونم نگرفتی چی شد. برای ذهن خیلی بزرگی اینی که گفتم نمیفهمیش. برای ما ملی میهنی ها مادر اصلیمون ایران بانوه، کشورمونه. اون کسی که 9 ما رو دل کشید و زاییده و به دنیا آورد و از شیره جانش بهمون داده و رشد کردیم و اینها، مادر دوممون میشه که خودش فرزند ایران بانوه. این از طرفی تو خیلی زور بزنی، خیلی از دستت بر بیاد، یه مادر از من میگیری. اما آغوش هزاران مادر دادخواه و داغدار به روی من باز میشه، چون میخوام کوچیکیشونو بکنم اگه لیاقت داشته باشم. البته اینم از این. درست شد؟ خیلی خوب. یه گلگی هم ازتون دارم. من خیلی زودتر از اینا منتظرش بودم. راستشو بخواین تا الان اگه مادرمو نبردید و اموالشو مصادره نکردید و اینها، به عنوان توهین داشتم برای خودم برمی داشتم، تلقی میکردم. یعنی من کارمو درست انجام ندادم. تا الان چرا نبرده بودید؟ زودتر از اینا باید میبردید. الان که این اتفاق اگه انجام بدید، اگه فقط حرف نباشید، یکم من خودم راضی میشم، چون به این نتیجه میرسم کارمو دارم درست انجام میدم. الان دیگه سندشه دیگه. ها، اینم از این. تو ایران هر کار از دستت بر اومده کردی. از جوون 14 ساله کشتی تا مرد سال خورده 60 و اندی ساله. زندگی رو به کام مردم زهر کردی. زندگی رو براشون جهنم کردی. آب خوش نذاشتی گلوی کسی بره پایین. بعد فرزندان خودتو میفرستی این ور دنیا، تو دموکراسی و آزادی و ناز و نعمت با ثروت ملت ایران زندگی کنن و خوش بگذرونن. ببین، ما برای بازپسگیری کشورمون همه چیمونو گذاشتیم. مادر منو، اموال و خونه و خرت و پرت و اینا که چیزی نیست. من جونم میدم. این از این. اما تو ایرانی میتونی اعمال قدرت بکنی، میتونی اذیت کنی، میتونی مردم رو به بند بکشی. بچه‌هات این ورنا. ما رو دست کم نگیرا. ما 10 میلیون ایرانی هستیم که هممون رفیق وزیر و وکیل و نماینده مجلس و پلیس و دکتر و شهردار و دادستان و قاضی و اینا داریم تو همه کشورها. آمار هر کیو بخوایم 3 سوت در میاریم. تو خیلی زور بزنی یه مادر از من میگیری، ولی من بچه‌هاتون رو اینجا دونه دونه پیدا میکنم، میرم بالا سرشون، درود ویژه ملت ایران رو بهشون میرسونم. میکنم این کارو. تو همون کاری که گفتی، اون تهدیدی که گفتی عملی نکنی، ولی من این کارو میکنم. هم آدمشو دارم، هم نفوذشو دارم، هم رفیقاشو دارم، هم پولشو دارم، هم حوصله‌شو دارم، هم اصلا سرم درد میکنه واسه این کارا. حالا که اینجوریه، دونه دونه بچه‌هاتونو از بزرگش تا کوچیکش پیدا میکنم، میرم بالا سرشون، درود ویژه ملت ایران رو بهشون میرسونم. ها؟ بچرخ تا بچرخیم. تو هنوز نمیدونی با کیا طرفی. تو ذهنت خیلی کوچیکه برای اینکه اراده ملت ایران رو درک کنی. تو هنوز نفهمیدی چه خبره. هنوز داغی. گوهی که خوردی هنوز درست از گلوت نرفته پایین، نفهمیدی چه خبره. صبر کن. هر کار از دستت برمیاد انجام بده، چون من هر کار از دستم بر بیاد انجام میدم. یه جور نشه شهرمندت شم.